از طریق رسانه ها صدای من برای رهبرانی که در افغانستان هستند برسد. امروز ببینید عزیزان من، از هر طرف امت مسلمان سنگ میخورد، از هر طرف افغان ها، ایران هم افغان را میکوبد، پاکستان هم افغان را میکوبد، آمریکا هم افغان را میکوبد، با سنگ میزند، به آتش میزند، طفل معصوم مظلوم را یتیم میکند، زنان و خواهران را بی وزن میکنند، بی پدر و بی شوهر میکنند. ولیکن امروز از چه علت هست عزیزان من؟ برای تو رهبری که امروز به خون ملت تشنه هستی، برای تو پیام میرسانم. آیا تو هم در پهلوی این کشوران غربی آیا خون افغان را تشنه هستی و خون این ملت را به خاک و خون میخوای بکشانی؟